ماشین‌هایتان رو به مسجدها نزدیک نبرید، دورتر بگذارید، پیاده قدم بزنید. این قدم زنی هم سلامتی شما می باشد و هم اجر و پاداش. هر قدمی که راست میگذارید ثواب است، هر قدمی که چپ میگذارید دفعی گناه است. قدمی راست، قدمی چپ، قدمی راست، قدمی چپ، اجر نیست شدن گناه. مسئله دیگر، ولو در تراویح نفر زیاد میشد، در صف نماز هیچ وقت یعنی تلفن رو با آواز ندارید به مسجد. متاسفانه گاه میبینیم که بعضیا با تلفن هایشون میدراین، خاموش نمیکنن یا که به آواز نمیکنن. و همون تلفن هم، زنگ تلفن هم یک فرهنگ استفاده داشت داخل یک موزیک های نمیدونم که شرقی و غربی و نمیدونم که چی بلا و بتر درنگ درونگ